درود و احترام، اینجا تاپیکچی و من میشا هستم. با یه ویدیو تفریسگردی دیگه همراه من باشین. خب بریم داخل این خانه موزه بسیار زیبا و داخل براتون توضیح میدم. تنها خانه مسکونی منحصر به فرد تفلیس که از قرن 17 به جا مونده این خانه موزه است که اطلاعات زیادی هم در موردش وجود نداره. در سال 1904 این خونه تقریبا به طور کامل از بین رفته بود، اما معماران تونستن با الهام از نقاشی یه نقاش آلمانی سالن اصلی و فرم معماری این خونه بی‌نظیر رو در سال 2000 با حمایت یه تاجر گرجی به نام تورنیک کوپالیشویلی مرمت و بازسازی کنن. نمونه این سبک خونه ها در شهرهای دیگه هم وجود داره، اما داخل تفلیس از قرن 17 فقط همین خونه به جا مونده. از روی نقاشی مشخص شد که خونه دارای یه سقف 12 وجهی، 2 ستون اصلی با گنجینه و تاقچه ها بوده و نمای داخل خونه به فرم معماری خانه های تالاردار گرجی ساخته شد. اسم این وسیله هم ساتزناخلیه که از تنه درخت درست میشه و داخلش انگور رو برای شراب درست کردن له میکرد. دو طرف پله میخوره میره پایین. بریم اول سالن تئاتر خونه رو ببینیم و بعد برمیگردیم از قسمت‌های پایین هم بازدید کنیم. دوستان، از لحظه‌ای که وارد این خونه شدم حس عجیبی داره. من فکر کنم حتی 90% افرادی که تفلیس به دنیا اومدن هم از وجود این خونه بی‌نظیر تفلیس مطلع نیستن و 100% مطمئنم که هیچ کدوم از شرکت‌های توریستی بازدید از این خونه تاریخی رو جزء برنامه‌هاشون ندارن. گویا افرادی که در وزارت فرهنگ گرجستان هم فعالیت دارن، فرهنگ حفاظت از آثار تاریخی رو یاد نگرفتن و هیچ مسئول یا شخصی به وضعیت اینجا رسیدگی و نظارت نداره و انگار همجور رها شده. دمای داخل خونه خیلی ایدئاله و فکر میکنم تابستونا هم باید خیلی خنک باشه. شیب این پله ها خیلی زیاد بود و هر کسی نمیتونه ازش پایین بره. دوستان، در واقع وقتی سبک زندگی به مرور تغییر کرده، خونه‌های ساخته شده به این سبک هم کاربری خودشون رو از دست دادن، ولی از نظر تاریخی و فرهنگی خیلی مهمه که نمونه چنین خونه‌هایی که اطلاعات مهمی رو به تاریخ شناسان میده وجود داشته باشه. همونطور که میدونید قرن 17 گرجستان هنوز تحت تاثیر ایران اون دوره بوده که میشه به راحتی توی معماری این خونه شباهت‌ها و ارتباط میان دو کشور رو بیشتر لمس کرد. خب بریم سمت کوچه مدخی و این کلیسای کوچیک که از توی حیاتش منظره زیبایی به رودخونه و نارین قلعه داره.
این هم مجسمه مادر گرجیه که توی ویدیوهای بعدی تفلیسگردی ازش بازدید میکنم و دربارش توضیح میدم. اینجا پایین نارین قلعه ورودی حمام‌های گوگرد تفلیسه که بر اساس یه افسانه هسته اولیه شهر تفلیس در قرن 4 از اینجا پایه‌ریزی شده که بعداً مشخص شد که توی محله‌های دیگه تفلیس آثار زندگی انسان به قبل از میلاد مسیح برمیگرده که توی ویدیوی بازدید از موزه ملی بهش اشاره کرده. اینجا هم پارک حیدر علیف که در 14 ژوئن 2004 افتتاح شد و اینجا نماد استخوان قاپ گوسفند که در قاپ‌بازی اکثرا بین آذری‌های گرجستان محبوب بوده و گرجی‌ها هم بازی می‌کردن. اون بالا مناره مسجد دو محراب تفلیسه و پایینش یکی از حمام‌های گوگرد. این اطراف حدوداً 10 تای حمام گوگرد وجود داره که بین توریست‌های کشورهای اروپایی و روسیه خیلی محبوبه. خب بریم یکی از این حمام‌ها رو بهتون نشون بدم و داخل حمام توضیح میدم. این یکی رو جداگانه میتونید برای 1 ساعت یا بیشتر برای 6 نفر کرایه کنید. فکر کنم ماساژور رو کیسه کش هم دارن که هزینه‌اش جداگانه حساب میشه. سونای خشک و سرویس هم داره. از این طرف هم رفتم سمت آبشار ولی وقتی به آخرش رسیدم متوجه شدم مسیر بسته است و نشد دیگه ویدیو بگیرم. روی این پل هم یه نفر فکرش کار کرده، قفلا رو آورده، یه داستان ساخته و قفل میفروشه. بعد شبا میاد با کلید دوم دوباره قفل‌ها رو باز میکنه و فرداش دوباره همین قصه تکرار میشه. مسیر آبشار هم به خاطر ساخت و ساز بالای دره و امنیت مردم موقتا بسته شده بود. خب بریم سمت تونل که از این محوطه میرسه لب رودخونه و کمتر ازش اطلاع دارم و داخلش یک سری تصاویر از شاهان گرجی و مشاهیر ادبی و محبوب گرجستان نمایش داده شده.
خب بریم سمت یه فودکورت خوب نزدیک ساختمون قارچی که محیط خوبیه برای استراحت، بازی، خرید و غذا خوردن. ساختمونش در سال 1886 ساخته شده و 2 سال پیش بازسازی و افتتاح شد. این نونای گرجی که بهش گاخوری شوتی میگن اینجا خیلی خوب پخت میشه. دوستان به پایان ویدیو رسیدیم. ممنونم که تا اینجا همراه من بودین. حمایت شما باعث میشه من انرژی بیشتری بگیرم. براتون بهترین اوقات رو آرزو دارم.